بگردم من بیت چیکار میکنم؟ بگو سخت دوستم میداری؟ من کی پزمانت شدم. نه فهمیدم. یک باری دیگر تکرار کن. میخوای سخنان شیرین شنوی؟ ها؟ من کی پزمانت شدم. چی؟ شیف فرهاد زنگ میزند. فرهاد؟ الو پدر. فرهاد؟ من با ماشین آدم زیر کردم. چی؟ با ماشین آدم زیر کردم. یک لحظه. احوال خودت چطور؟ نه زنده است؟ نمیدونم. زود رفته بین. نمیتونم. دیوونه. سلام خواهر جان. ببخشید. بسیار متاسفم. تقدیر و قسمت همین بوده است. مرحمت. شاید لازم شده ما. گیرید. لازم شده میماند. Ocak bozukluğu başlıyor. همه‌اش خوب می‌شود. شاد شو. اصلاح می‌شود. رئیس خوش. در صورت حساب مبلغ نیست. چطور در صورت حساب مبلغ نیست؟ آخر برای تبلیغ نامزدیتان صرف کرده اید. دیوانه ها. بگو پدر چیکار کنم؟ دختری من دختری بیرونم. به اجازتم از خونه نمیبرم. هر شب در خوابم. به اجازت من از خونه. دکتر جان. حال دخترم چی؟ ببخشید. هرچی که از دستمون آمد ما کردیم. ببخشید.
کنم پدر؟ چیکار کنم؟ بگو. من نمیخوام محبت رفتم. یعنی همه ما در گذشته زندگی داریم. آن لحظه‌ای که شما حالا از سر میگذرانید الکی‌های ها گذشته است. این ورطه رفع ناپذیر صفت و مضمون و توجه به آفریده‌های انیماسیونی بهتر شدند، اما تنها در کشاورزی از کارخانه‌های پیشگام‌ترین به حساب می‌رفت ریتینگ خود را از دست داد. از چی باشد که دیگر تاجران نمی‌خواهند با این شرکت همکاری‌های تجارتی داشته باشند. رهبر شرکت فروختاش فروخ رستمی که از شهر دادن خود به خبرنگاران خودداری کرد و قبل از پای ماجرای با فرزندش رخ داده سرگردان می‌باشد. اکنون توجه نماید به بخش تکنولوژی معاصر. در شهر خوجند کارخانه نوی استحصال خشک‌میوه به فعالیت خواهد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگارمان سمرگل نظرزاده. وقت معین می‌کند که اون نفری که میخواد مسئولیت نمایندگی خلق رو بر عهده داشته باشد در چنین وضعیت چگونه عمل می‌نماید؟ تقدیر انسان همین است. با هر کس رخ دادنش ممکن. وقتی جگربند شما چنین عمل را صادر نمود، شما چی طور رفتار خواهید کرد؟ گوش کنید دادر عزیز. اگر فرزند من گناهکار باشد بگذار موافق قانون جواب گوید. تمام. سلام. السلام. یک سیگار دهید و یک آب. آب از یک دان. کدام نمودی آب؟ خیر انا همون منه؟ حاضر؟ تانگو کجا شد؟ انا یک سومون دو سومون منه بقیه شما هم تایار کجا شد این رقم؟ تو را هیچ کس ندید؟ نه هیچ کس ندید. گوش کن فرهاد. از جای حادثه زود گریز. گریز. گریزم؟ گریز. الو. الو پدر. الو. میر. گوش کن فرهاد. گوش کن فرهاد. فرهاد. فرهاد.